سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم تا به الان روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز اومدم یه معرفی دارم واسهتون و میخوام یه محصول خوب رو بهتون معرفی کنم. شاید خیلی از شماها ازش استفاده کردید، شاید هم از برندهای دیگه استفاده کردید و فکر میکنم که این ویدیو به درد کسایی میخوره که این محصول رو نمیشناسن و واسهشون خیلی هیجان انگیز میشه. این محصول یک محلول خشک کننده لاکه که از برند اوپیای من گرفتم و به نظرم چیز خوبیه. ادعای خودش اینه که بعد از این که لاکو زدید و 1 دقیقه بهش زمان بدید، وقتی که خودش رو گرفت 1 قطره تا 2 قطره از این محلول رو روی ناخن میریزید به وسیله این قطره چکونی که داره و 60 ثانیه بهش زمان میدید و لاکتون خشک میشه. حالا من اینجا امتحانش میکنم و شما ببینید. من فکر میکنم 60 ثانیه یه مقدار دیگه این دوست عزیز داره بازارگرمی میکنه. به نظر من بهش مثلا 2 دقیقه زمان بدیم نتیجه بهتری میگیریم. خب میدونید ما اگر بخوایم لاکو بزنیم و منتظر بمونیم خوش بشه خیلی بیشتر از این حرفا طول میکشه. در مورد لاکم یه نکته بهتون بگم. لاکو لطفاً به خاطر اینکه میدونم قیمت لاکا رفته بالا و دوستانی که حالا مثلا نمیرن ناخن درست کنن یا لاکشل نمیزنن، لاک معمولی میزنن و میخوان تنوع بیشتری داشته باشه، میرن و مثلا از لاکایی که یه مقدار قیمتش پایین تره میخرن. همه لاکایی که قیمتشون پایینه نه، ولی درصد زیادی ازشون اصلا کیفیت خوبی نداره. بوی خیلی تندی داره، این بو اذیت میکنه و حتی پیگمنت لاک اصلا مناسب نیسته. شما چند دور باید بزنیدش و بعد از اینکه لاکو پاک میکنید به ناخن طبیعی خودتون رنگ داده و اینا همه نشونه اینه که این لاک چقدر لاک بیکیفیتی بوده. پس به نظرم اگر ما چند تا دونه لاک با کیفیت داشته باشیم ولی بابتش هزینه بکنیم، خیلی بهتر از اینه که 100 تا لاک داشته باشیم ولی کیفیت درست نداشته باشه و به سلامتی خودمون بخوایم آسیب بزنیم. پس اینو سعی کنید که رعایت کنید. این لاک پیگمنت خوبی داره و من روی ناخونم یه دور میزنمش. خب یه دونم روی این ناخن تستش میکنم. خب من هر دوتا رو به یک اندازه زدم. الان 60 ثانیه بهش زمان میدم تا فقط لاک خودش رو بگیره. حالا بستگی به لاک خودتون داره. من این لاک رو اگر بخوام 60 ثانیه بهش زمان بدم اوکیه. حالا اگر شما لاکتون خیلی دیرتر از این حرف خشک میشه دیگه حواستون باشه فقط در حد اینکه لاک خودش رو بگیره، نه اینکه کامل خشک بشه، وگرنه دیگه این محصول که دیگه کاربردی نداره، لاک خشک شده دیگه. خب 60 ثانیه‌اش شد. الان این لاک فقط خودشو گرفته، کامل خشک نیستش. من الان روی کدوم از اینا از این محلول میریزم. 2 قطره. الان 60 ثانیه دیگه منتظر میمونم. خب بر اساس ادعای خودش که گفت 60 ثانیه منتظر بمونید، من الان چک میکنم که چه اتفاقی افتاده. روی این نریختم. خب ببین روش دست کشیدم، علامت انگشتم میبینید مونده. حالا رو یکی
نه واقعا خوش شده. نمیدونم تو دوربین نور رو بیارم. میبینید این کامل خوش نیست، ولی این ببین کاملا خشکه، حتی جای انگشتم هم نموند روش، ولی این موند. حالا به با ناخون بکنم. مطمئنم اون یکی هم کنده میشه. آره جفتشو با ناخون بکشم کنده میشه. ولی حالا بذار با یه پد بکشم روش ببینم این چقدر پاک میشه اون چقدر پاک میشه. خب نه این کامل خشک نیست، ولی میبینید کمتر از اون پاک شد. ببین این میچسبه بهش و اینطوری کنده میشه، ولی اینو اینجوری میکشم خب نه دیگه بی انصافی نکنیم دیگه. توی 60 ثانیه خیلی بهتر از این خوش شدش. یه بار دیگه بزنم. خب 60 ثانیه بمونیم. خب الان روی این یکی میخوام 2 دقیقه بمونم. 2 قطره ازش ریختم و 2 دقیقه میمونم. خب 2 دقیقه بهش زمان دادم. الان بریم روی این دست بزنیم ببینیم بازم جای انگشتمون میمونه. نه خوش شده. اینم کامل خوش شده. خب با ناخون کنده میشه، با ناخون کنده نمیشه. کنده نشد. خب حالا با یه پد بکشم ببینم. خب پاکش کرد. نه فقط یه کمی اینطوری. نه پاکش نمیکنه. پس اگر 2 دقیقه بهش زمان بدیم نسبت به این که بخواد همینطوری توی هوا خشک بشه خیلی بهتر خشک میشه. به نظرم چیز کاربردیه. خیلی کمکه. من اینو از آمازون خریدم. من فکر کنم سایز بزرگشو گرفتم. فکر کنم کوچیکتر از اینم هستش و حدوداً بین 15 تا 15 نه 16 17 تا 21 2 دلار بیشتر نیستش. اینا دلار کانادا دارم البته دارم میگم. به نظرم چیز خوبی بودش. امیدوارم که بگیرید ازش استفاده کنید و لذت ببرید. کسانی که از لاک معمولی استفاده میکنن فکر میکنم خیلی واسهشون کاربردی باشه. خیلی زود خشکش میکنه. حالا بذار روی این که یکم اینطوری خط و خش ایجاد کرده قطره بزنم ببینم صافش میکنه. نه دیگه این هنر رو نداره. ولی نسبت به این بخوایم مقایسه کنیم خب خیلی بهتر خوش شده دیگه. خوبه باز.
حالا نمیدونم، اصلا نمیدونم که شما خوشتون میاد از این که من یه چیز مثلا این مدلی پیدا میکنم و به نظر خودم جذابه و میام به شما معرفیش میکنم، مثلا دوست دارید یا نه؟ آره یا نه، تکلیفشو مشخص کنید. وقتی که هیچی نمیگی تو کامنت ها، خب من فکر میکنم که براتون جذاب نبوده و دیگه این رو ادامه نمیدم و سعی میکنم هی آموزش چیزای تکراری دیگه، همش هی در مورد کاشت ناخن، ترمیم ناخن، نمیدونم دیزاین ناخن. بعدم نیستش این وسط ها، اگر به نظر خودم یه چیز جالب میبینم بیام بهتون معرفی کنم. خب اینم مربوط به همین کاره و شاید به خیلی کمک کنه. اگر که خوشتون میاد لطفا تو کامنت واسم بنویسید که من بدونم شما دوست دارید و اگر چیز خوبی دیدم بیام بهتون معرفی کنم، یا حتی اگر یه چیز بد و کاربردی نداره رم گرفتمم، نظرم بد نیست بیام بهتون بگم که شما اشتباه نکنید و نرید اونو نگیرید. لطفا واسم کامنت بذارید که بدونم دوست دارید اینا رو بدونید یا نه. خیلی خیلی ازتون ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من هستید. سابسکرایب هم میکنید، حمایت هم میکنید، واسه هم کامنت میذارید، لایک میکنید، منو به دوستاتون معرفی میکنید. همه اینا باعث میشه که من زودتر و بهتر و راحتتر به هدفم برسم و انرژی بیشتری بگیرم که بخوام برای شما ویدیوهای بهتری درست کنم. خیلی خیلی دوستتون دارم. فعلا.